میگن نادرشاه وقتی که واسه جنگ هندوستان داشت میرفت، توی راه یک بچه‌ای رو دید که قرآن زیر بغلشه داره میره کلاس درس. صداش زد گفت بیا اینجا ببینم امروز چه درسی دارید. گفت سوره فتح میخوان بهمون درس بدن. نادرشاه خوشحال شد، به یمن و برکت گرفت واسه جنگش و یه سکه به اون بچه هدیه داد. بچه گفت مرسی، من این سکه رو نمیگیرم. نادرشاه گفت واسه چی نمیگیری؟ گفت آخه وقتی برم خونه مامانم میگه این سکه رو از کجا آوردی. نادر میگه خب بگو نادر بهت داده، نادرشاه بهت داده. گفت آخه مامانم میدونه نادرشاه اگه بخواد به کسی چیزی بده یه سکه نمیده، یه کیسه سکه میده. نادرشاه خوشحال شد، حال کرد، دامن بچه رو پر از سکه کرد. اصل داستان خداست. تو وقتی خدا طرف حسابته، نگاه به شرایط و موقعیت و ناتوانی و ضعف خودت نکن، رو بزرگی و مهربونی و لطف خدا حساب کن، ازش زیاد بخواه.